احترامی خیلی معانی دیگه ای داره که فوش بارها گفتم بازم میگم آخرین و کوچیکترینشه. بیادبی هم یه چیز متقابله، تا بیادبی نکنی به کسی ممکنه کسی به بیادبی نکنه. اکثر بیادبی هایی که به ما میشه به خاطر اینکه ما بیادبیم. که امیر تتلو میاد تو آهنگش تو چنل تلگرامش فوش میده به خاطر اینکه هواداراش بیادبن، احترام خواننده‌شون رو حفظ نکردن که یه دونه وی پی ان نصب کنن بیان یوتیوب. کشور غریب من انداختید، من دارم میرم اونجا، ما یه بار پلیس اینجا امضا میزنم، یعنی مجرم. اگه فوش میدم یه نفرم، شما یه میلیونی به من یه نفر فوش دادی، فوشو دادی، پاسپورت تمدید نکردی، از کشورم انداختی بیرون، حق کنسرت ندادی، پولمو ندادی.